السلام عليك يا علي بن موسى رضا. السلام عليك يا علي بن موسى رضا. یه آقایی بود بابا خب اسمش با حالت تاکسی باشه. این یه کانال یوتیوب بوده. بعد همین مسافرات که برابر نمیدارن یه چیزی دیگه ماشین ویدیو مزرعه میگیره مزرعه تو یوتیوب. خب الان ما چند صد میلیون درآمد کانالش، یعنی اونایی که خارج نیستن همین خیابونا رو که طرف ندیده دیگه. زمان اوایل انقلاب و همون به بعد اکثرش بافت قدیمی دور حرم تقریبا خراب شده. جهان هاته. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا غريب الغرباء ومعين الضعفاء السلطان بالحسن رحمت الله. آدم یکی از آدم حسابی های سپاه میکنه. ایشون همینجور پدر صنعت موشکی ما ایشونه ها. اینا تمام کسایی هستند که بابا واقعا نیست دیگه مثلشون. زیر دست بده بابا. زیر دست یعنی شاگرد اینا نه نمونهش تا حالا نیامد. بس که نهار میدادن بابا. دیر آمده زودتر می آمده نهار میگیره. حالا شاید الان هم بدن. آقای صفحه احتمالا هنوز دارن. بیا از این بر بابا. از او اگه بیا از این بر برم بابا. اینجا مسیر ما حداقل راحت میتونیم برم. برم بگیرم غذا. برم بگیرم صفای مثل السلام علیک یا صاحب الزمان. السلام علیک یا صاحب الزمان. آقا جان میلادت مبارک. کی میایی؟ محاسنم سفید شد نیامدی. دل ما پیر شد نیامدی. جان بابا تو با بره ما دعا کن. خب ما بره تو دعا کن چون دعا بره همدیگه خیلی زودتر میگیره. چی هست بازم کباب فکر کنم. یه در بیا باید بریم اون برم. آج خانم اجازه بده رد شد نظرت. یاسین از من دیر نشو گم بشید. برم اونجا برو بابا زگی نکنی برو سری صف بایستم چون فیلم میگیرم یکم مجبورم یواش بیام. برم اونجا لیلا 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 آخ دلم پیر شد نیامدی. محاسنم سفید شد نیامدی.
السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. فکر کن مرسیم بابا. برای میگم برو سری و تایی صف مفا بایستا ببینیم چی میشه. السلام عليك يا علي ابن موسى رضا المرتضى ناد بيدار لا 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 همه جا بروم که تو در مان منی